وصیت 24 نماز استخاره. جابر پسر عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استخاره کردن در هر کار را مثل سوره از قرآن به ما تعلیم میداد. هرگاه کسی از شما کاری را انجام دادنی شود 2 رکعت نماز خوانده سپس این دعا را بخواند: اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. خدایا، من به علم تو از تو طلب خیر می کنم و به قدرت تو از تو طلب قدرت می کنم و از تو می خواهم احسان بزرگت را. به درستی که تو توانایی و من ناتوانم و تو می دانی و من نمی دانم و تو کارهای پنهانی را می دانی. خدایا، اگر می دانی که این کار برای من در دین و دنیایم و عاقبتم در حال حاضر و آینده خیر است، پس آن را برایم میسر نما و سپس در آن کار برایم برکت عطا نما. اگر می دانی که این کار در دین و دنیایم و عاقبتم در حال حاضر و آینده ام بد است، پس آن را از من و من را از آن باز دار. برایم هر گونه خیری که هست آن را میسر گردان و سپس به وسیله آن مرا راضی گردان. روایت بخاری و ترمذی. از سعد پسر ابو وقاص رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از نشانه خوشبختی فرزند آدم این است که خدای عزوجل را در کارهایش استخاره می نماید. روایت احمد و حاکم.